زمستانی سالهای 2021-2022 و به مشکلی سپری نمودنی آن از سمت‌های مهمی فعالیت ساختارهای گوناگون به حساب رفته. در این روند در اساس دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام الرحمن در تمام منطقه کشور تشکیلات و مؤسسه‌ها ذخیره‌کنی مواد ضروری سوخت به راه مانده شده است. در مؤسسه‌های صحه معارف ناحیه 8 در این سمت چاره‌های ضروری اندشیده شده، مقدار ضروری انگشت و هیزم سری وقت ذخیره و امروز مقصدناک استفاده می‌گردد. مطابق با معلومات شعبه معارف ناحیه برای سپری نمودن دوره زمستانی سالهای 2021-2022 در عموم 864 دانه انگشت و 981 متر مربع هیزم در مؤسسه‌های تعلیمی ذخیره گردیده، امروز برای خوانندگان و استادان شرایط خوبی تعلیم و فعالیت مهیا کرده شده است. مکتب‌های تعلیمی جماعت و شهرک‌های ناحیه 8 اساساً با استفاده پیچ‌های بخاری گرم کرده می‌شوند. در مکتب ما همگی 764 نفر خوانندگان تحصیل علم می‌گیرند. ساحه معارف این یکی ساحه پیشبرنده جامعه بوده در تعلیم و تربیت نسل نورز رول مهم می‌بازد. ما هم آموزگاران، خوانندگان کوشش کرده استادیم که در جاده تعلیم تربیت پیشرفت و با نمونه‌ها موفق باشیم. برای تامین صنف‌ها از انگشت و هیزم‌های ذخیره گردیده استفاده برده استاده برای خوانندگان همه شرایط را در فصل زمستان مهیا گردانیدیم. خوانندگان ما در آزمون‌های ولایتی ناحیوی شرکت ورزیده جاهای نمایان و با تحفه‌های خاطرمان قدردانی کرده شدند. مسئله معارف در تعلیم و تربیت یکی از رکن‌های مهم دولتداری و منبع اساسی تشکل ذخیره‌های انسانی در کشور به حساب رفته مورد توجه دائمی دولت قرار دارد. در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در ساحه معارف مناسبت‌های صفتا نو به وجود آمدند که آنها در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، قانون‌های عمل کننده و دیگر سندهای معیاری حقوقی انعکاس یافتند. اهل آموزگاران و استادان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه 8 با درک مهمیت ساحه معارف در نهاد دولتداری کوشش دارند خوانندگان و نورسان را از بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل مهر و محبت، صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی سبق دهند. ما همه روزه کوشش میکنیم که برای فرزندان مردم شرایط تحصیل فراهم آوریم. برای زمستونگذارانی البته برای خوانندگان صنف‌های گرم، شینم شرایط فراهم آورده شده است. همه روزه در پیچ‌های آلومینی البته علاب شده ایستاده است. گرم خوانندگان در صنف با لباس‌های یگانه مؤسسه نشسته درس میخوانند. آموزگاران نیز از این شرایط برخوردار هستند. مثلا از پیام تا پیام آزمون‌های فنی، برنامه رشد فن‌های طبیعی و ریاضی، آزمون‌های علم فروغ معرفت، آزمون‌های فروغ صبح دانایی، آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من که شاگردان ما از این آزمون‌ها برخوردار هستند و این سال است که شاگردی مؤسسه همین تحصیلاتی رقم 62 در آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من اشتراک کرد در دوره نهایی صاحب افتخارنامه و دیپلم ها گردید و ما هر روز از پیام پیشوای ملت استفاده میکنیم و در آینده نیز میخواهیم چنین شاگردانی دانا و کاردان به تربیت رسانیم. در کودکستان‌های ناحیه 8 با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و سهم پدر و مادران، گروه‌ها و میدانچه‌های ورزشی تعمیر و شرایط خوبی تعلیم و تربیت فراهم آورده شده است. استفاده مقصدناک و عاقلانه قوه برق نیز یکی از وظیفه‌های اساسی در دوره زمستان به شمار می‌رود. در مؤسسه‌های تا مکتبی ناحیه به این تدبیر بیشتر اهمیت داده شده، راه‌های آلترناتیوی استفاده می‌گردد. در کودکستان ما 9 گروه هست. 230 نفر کودک تعلیم میگیرد. در دوره آمادگی به تیراموه زمستان امسال ما خوب آماده شده بودیم. 1 تانه انگشت ذخیره داشتیم. 10 تانه سال جاری خریداری نمودیم. از ساعت 7 سحر گروه ها را گرم میکنیم. در 1 پیچ تا 9 کیلوگرم انگشت استفاده میکنیم. حرارت گروه همان معتدل است.
иҷрои қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 ва саривақт ташкили корҳои омодагӣ дар муасисаҳои томактабии ин минтақа имконият дод ки имрӯз кӯдакон дар шароити хубу гурӯҳҳои гарм тарбия гиранд. ҳуҷраҳои бозиву хӯрокхӯрӣ ва хоби дӯстроякон мутобиқи талаботҳои муайян гардида гарм карда шудааст. дар маҷмӯъ маорифҷиёни ноҳия 8 кӯшиш доранд фасли зимистонро бе ягон мушкилӣ ва бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ паси сар намоянд. Мастона Муҳиддилозода, Азамҷон Шарипов ва шоира Мубинзода барои барномаи иттилоотии ахбор.